خدمت دوستان عزیز از سایت اجراکار.ir در خدمت شما هستم. در این بخش از آموزش برنامه فتوشاپ میخوام در مورد دستورات اتوماتیک و فرامین اتومات در واقع فتوشاپ به شما توضیحاتی رو بگم. ببینید این دستورات از توی قسمت فایل این بخش اتومات و بخش اسکریپت هستش که این دو بخش کارهای اتوماتیک و فرامین اتوماتیک برنامه فتوشاپ روی تصاویر و عکس‌های ما رو اجرا میکنه. حالا هر کدوم از این دستوراتی که اینجا آمدن متفاوتن و کارهای مختلفی رو انجام میدن. من مهمترین این دستورات رو در این بخش به شما آموزش میدم. از قسمت اول که قسمت بچ هستش، شما میتونید توی قسمت بچ بیاید اینجا و اکشن مورد نظر خودتون رو روی عکس هاتون در یک پوشه خاص اجرا کنید. مثلا شما 100 تا تصویر دارید، 100 تا فایل دارید، میخواید تمامی فایل های شما به صورت مثلا یه اکشن خاصی بخوره. این اکشن قبلا تهیه شده یا مثلا از خود برنامه فتوشاپ شما اکشن مورد نظر رو انتخاب کردید. برای اینکه این اکشن اینجا استفاده بشه شما باید 3 تا اکشن رو اینجا انتخاب کنید و نوع اکشن رو در اینجا انتخاب بکنید و فایل هایی یا فولدر هایی که در اینجا میخواد اکشن روش اعمال بشه رو از اینجا استفاده کنید و تو قسمت چوز میتونید انتخاب بکنید که در واقع این عکس ها مثلا در پوشه پیک هستش. یه سری تنظیمات دیگه ای داره، این که مثلا ساب فولدر هاش رو انتخاب بکنه یا مثلا این اکشن روی هر تصویر اعمال بشه و تصویر بسته بشه، یا مثلا میتونید دستوراتی مثل کالر پروفایل وارمینگ رو اینجا فعال کنید که به شما در واقع اخطارهای مورد نظر رو با یک رنگ‌های خاصی به شما بده. یا در انتها قسمت دیستینیشن رو فعال کنید که وقتی اکشن روی این عکس ها اعمال شد در کجا ذخیره کنه که شما یه پوشه ای رو مشخص میکنید از قسمت چوز و میگید که در اونجا سیو بشه. و در انتها شما میتونید هر فایلی رو یک اسم شمارنده‌ای براش در نظر بگیرید که این اسم شمارنده در هنگام سیو شدن برای هر فایل در نظر گرفته بشه. مثلا یک پسوندی داشته باشه فایل های شما با شماره 1، مثلا اجراکار 1، اجراکار 2، همینطوری عکسای شما را اسم‌بندی بکنه و در واقع به ترتیب اینجا قرار بده. و در انتها میتونه به شما بهش دستور بدید اگر که ارور داشت کار شما استاپ کنه و اون ارور بررسی بشه بعدا ادامه پیدا کنه و در اینجا اوکی میکنید. یه اکشن خاص مثلا فرض کنید اکشنی دارید که تمام عکساتون رو مثلا 3:4 کنه یا مثلا عکستون رو سیاه و سفید بکنه. حالا این اکشن رو نمیخواید این کار برای یکی یکی عکساتون انجام بشه، میخواید برای 100 تا عکس یک جا این کار انجام بشه. اینجا باید اکشن انتخاب کنید، 3 تا اکشن، نوع اکشن، خود فایل سورس و فایلی که میخواد پوشه که میخواد ذخیره بشه و اوکی میکنید. اینجا اینکه چطوری اکشن بسازیم و چطوری این اکشن ها رو در واقع بشناسیم و دستوراتش رو، این یک مبحث دیگه است که در جای دیگه انشاءالله در آموزش‌های بعدی در سایت اجراکار قرار خواهد گرفت. خب این قسمت بچ مربوط به این کار بود. قسمت بعدی قسمت PDF پرزنتیشن که شما میتونید فایل PDF رو درست کنید و اعمال کنید برای عکساتون که به صورت اتو پلی باشه، یعنی نمایش بدید برای دیگران. فایل PDF فرض کنید که من اینو کلیک میکنم، فرض کنید که یه سری فایل دارید، سورس فایلتون رو باید اینجا درست کنید. من این پوشه رو انتخاب میکنم، فایلمو اینجا انتخاب میکنم، اوپن میکنم، هر نقطه فایل من اومد اینجا و بعد در این قسمت پایین آوتپوت آپشن میتونید مشخص کنید که به صورت پرزنتیشن باشه یا مالتی پیج باشه، یعنی چند تا صفحه دیده بشه فقط. بک‌گراند چی باشه، اسم فایل ها بیاد یا نه که من اینا رو برمی‌دارم. فونت این که مثلا اسم هر فایل زیرش دیده بشه چقدر باشه و این دیلی یا مثلا این هر کدوم از این صفحات اگر
این مالتی پیج نباشه، پرزنتیشن باشه، چند ثانیه مثلا طول بکشه این عکس رو نشون بده. و ترانزیشنش چی باشه؟ مثلا میخواد در یک صفحه به یک صفحه دیگه تبدیل بشه، به چه صورتی این کار انجام میشه و سیو رو میده. ببینید میگه که این فایل من با چه نامی سیو کنم، میگم مثلا یک سیو، بعد اینجا سیو ادوب پی دی اف میاد، شما سیو کنید. حالا میتونید اونجا مشخصاتش هم که چطوری سیو بشه با چه کیفیتی هم تو قسمت سیو پی دی اف انتخاب میکردید. من میام این فایل پی دی اف هم رو باز میکنم. به این حالت فایل پی دی اف من باز میشه که هر 5 ثانیه باید این فایل عوض بشه و یا حتی میتونید از این حالت خارج بشید. این فایل های پی دی اف من هست که خودش پی دی اف کرده خیلی راحت و با دسته‌بندی خاصی اینجا قرار گرفته. خیلی خوب، برمیگردم سراغ فتوشاپ. دوباره میام سراغ دستورات اتوماتیک. توی قسمت دیگه از قسمت‌های مهم این کار کانتکت شیت 2 در واقع این میاد فایل‌های منو به صورت پی دی اف درست میکنه و شیت بندی میکنه. مثلا توی یک 3 در 3 قرار بده، 2 در 2 قرار بده، عکسای منو، فایل‌های منو. ببینید من همین گوشه رو انتخاب میکنم و تو قسمت چوز اوکی و بعد دستورش اینه. این که یاد ساب فولدر هم مثلا اگه یه پوشه‌ای توی پوشه ها بود اونم انتخاب میکنم که من ندارم چیزی. خب بعد اینجا میایید تقسیم بندی میکنید توی چه کاغذی قرار بگیره، اندازه ارتفاعش چی باشه و این کاغذ ما هست که من اینجا کاغذ رو واحدش رو سانتی متر قرار دادم و اندازش هم میتونید شما اینجا تغییر بدید، اندازه عرض و ارتفاع رو، رزولوشن کار رو تغییر بدید، مودش رو. اینکه لایه ها فلت بشه بعد از اینکه پی دی اف رو درست شیت بندی کرد و این عکس ها رو 3 در 3 قرار بده و میتونید یوز اوتو اسپیسینگ رو هم اینجا انتخاب کنید که مثلا فاصله ها رو خودش اتوماتیک تنظیم کنه. اگر نه اینو باید بردارید خودتون بگید که فاصله ها بین عکس ها چقدر باشه و اگر عکستون اسم عکستون هم زیر اون عکس نوشته بشه یا نشه میتونید اینو بردارید که نوشته نشه. خیلی خوب اوکی میکنید. ببینید چه اتفاقی میفته. خیلی راحت اتوماتیک میاد عکس‌ها رو در کنار هم دیگه 3 در 3 میخواد قرار بده. شما هیچ کاری لازم نیست بکنید، به این حالت عکس در میاد. پس در یک کاغذ این عکس‌ها رو در واقع میچینه بر اساس خود سایز عکس‌ها. خیلی راحت این کار رو انجام داد، در شیت‌های مختلفی قرار داد این عکس رو. از تو قسمت فایل، دوکیومنت و کانتکت شیت انتخاب شد. قسمت آخر که میخوام به شما بگم دیگه چیز خاصی اینجا نداره که مهم باشه. تو قسمت اسکریپت ها تو قسمت ایمیج پروسسور هستش. ببینید من اینو صفحه رو ببندم. مثلا لازم نیست کاغذ چیزی خاصی هم باز کنید. تو اسکریپت ها میریم سراغ ایمیج پروسسور. تو اینجا میتونید فرمت عکستون رو تغییر بدید، یعنی پسوند عکساتون. اول همش اینا خود شماره بندی هم کرده، میگه اول فولدری که عکس توش انتخاب کن، همون فولدر عکسامو انتخاب میکنم. اینجا میگه اگر ساب فولدر داره میتونه انتخاب کنه، من چیزی ندارم اون تو. بعد میگه که اینجا کجا عکس‌ها رو سیوش کنم. من میگم یه فولدر اینجا به آدرس میدم، مثلا نیو فولدر تو اینجا. اوکی، اینجا آدرس رو باید بیاد. در اینجا میگه این عکسات به هر فرمتی که باشه به این 3 تا فرمت میتونم تبدیل کنم: JPEG، PSD و TIFF. من میگم JPEG باشه. کوالیتیش هم اینجا میتونید تنظیم کنید، از بین 1 تا 12 یه عددی میتونید بدید که این تغییر کنه. من مثلا 10 میدم. بعد میتونید اینجا ریسایز کنید عکساتون. مثلا میخواد همه عکساتون تبدیل بشه به یه سایز خاصی. اینو باید دقت کنید عکساتون عمودی افقی نباشه چون اینجا تغییر میکنه. اگه همه عمودی ان اینجا میتونید این کارو بکنید و راحت در بیاد. اگر نه براتون مهم نیست میتونید ریسایزش کنید، مثلا همه عرض و ارتفاعشون یکی در بیاد و میتونید فایلاتون رو به صورت PSD یا TIFF هم در بیارید که بیشتر این کاربرد داره. JPEG. قسمت ران اکشن، اگر عکستون میخواد اکشن خاصی هم بخوره شما میتونید از اینجا ران کنید و اکشنتون رو انتخاب کنید و بزنید.
خیلی خب اینجا اینتگریت آی سی تی پروفایل هم پروفایل‌های رنگی هستش که برای عکس‌ها استفاده میشه که همراه عکس‌ها سیو بشه. ران می‌کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خیلی راحت عکس‌ها باز بسته میشه و سیو میشه با فرمت ببینید بعد به JPEG با کوالیتی 10 تبدیل شد. شما هر چه عکس با هر فرمتی داشته باشید به فرمت JPEG راحت تبدیل میکنه. قسمت بعدی در اسکریپت ها دیگه قسمت های دیگه شو توی درس های بعدی به شما میگم. یه بخش استاک هستش که اینو بعدا صحبت میکنیم. خیلی خوب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. به سایت ما juracar.ir سر بزنید. موفق باشید.